سرخط خبرها: حبس مردی 77 ساله برای عملهای بداخلاقانه نسبتی نبیرش. تاجیکستان سیاست آسمان گشاد را جاری می‌سازد. ترکیش ایرلاینز اولین شرکتی که پروازهایش را زیاد می‌کند. در دوشنبه زنی را از حق مادری محروم کرده دو پسر بچه او به مکتب اینترنت سپرده شده است. درود بیننده عزیز، نشر نوی برنامه 97 روز از یارتیجه منظور شماست. در این نشر شما را با مهمترین خبرهای هفته اخیر آشنا می‌سازیم. با شما هستم دیوکی سعید از دوشنبه. یتیم اکرموف ساکن 77 ساله ناحیه مومن‌آباد برای حرکت‌های بداخلاقانه نسبت به نبیره‌اش دخترک نابالغ بازداشت گردید. در این باره ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان خبر می‌دهد. به اطلاع منبع نوار این حادثه که در آن رفتار غیر اخلاقی مرد نسبت به دختر خردسال ثبت شده است در شبکه‌های اجتماعی پهن گردیده نگرانی کاربران اینترنت را به میان آورد. تفتیشات پیشکی معین کرده است که یتیم اکرموف نسبت نبیره 5 ساله خود که در حالت عاجزی قرار داشت عملهای بداخلاقانه انجام داده است. نظر شخصی بازداشت شده دسترس نیست. در رابطه با این نسبت اکرموف پرونده جنایتی با ماده 139 کدکس جنایتی حرکت‌های بداخلاقانه آغاز شده او عین حال در حبس پیشکی قرار دارد. تفتیشات اوید به این حادثه ادامه دارد. حکومت تاجیکستان قرار قبول کرد که سیاست آسمانی گشاد در کشور جاری شود. اولین شرکت هواپیمایی که رسما از تطبیق این قرار خبر داد شرکت ترکی ترکیش ایرلاینز میباشد. از 1 آگوست شرکت ترکیش ایرلاینز به دوشنبه هفته 5 پرواز انجام میدهد. تا امروز این شرکت هفته 3 مرتبه به دوشنبه پرواز میکرد. باید گفت که ترکیه به شهروندان تاجیکستان از 20 اپریل سال 2024 نظام روادید جاری کرده بود ولی سبب دقیق آن را شرح نداد. در جواب تاجیکستان نیز برای شهروندان ترکیه رجای روادید را جاری کرد. حالا شهروندان تاجیکستان برای دریافت روادید ترکیه از 90 تا 160 دلار آمریکایی پرداخت میکنند. قرار حکومت اوید به تطبیق سیاست آسمانی گشاد در جمهوری تاجیکستان هنوز روز 12 ایون قبول شده بود. طبق آن این سیاست در فرودگاه‌های دوشنبه، خوجند، کلاب و باختر عملی خواهد شد. در قرار ذکر شده است که تطبیق پرینسیپ پریتیت برای مهلت نامعین قطع می‌گردد. همزمان همگونه محدودیت‌های حقوقی و عملیاتی که دسترسی به بازار را محدود می‌کردند از جمله محدودیت‌های مربوط به امکانات‌های برابر یا توازن امکانات‌ها، هماهنگسازی انتقال میان شرکت‌های تعیین شده و حمایت منفعت‌های تجارتی شرکت‌های عملکننده بکار کرده می‌شوند. با آژانسی آویاسیون گراژنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان سپارش داده شده است که برای همه شرکت‌های هواپیمایی منفعت‌دار دسترسی به بازار بخصوص مربوط به درجه‌های سوم و چهارم آزادی هوایی تامین کرده شود. همچنین همگونه محدودیت‌ها عاید به شماره پروازها و یا جای‌های نشست در هواپیماها، اقتدار هواپیماها، شماره تعیینات‌ها در خط‌سیرها، نرخ‌گذاری خط‌سیرهای بین‌المللی، شماره شرکت‌های هواپیمایی برداشته خواهند شد. خدمات ضد انحصاری شرکت واحد دولتی تاجیک ایرناویگاسیا، فرودگاه بین‌المللی دوشنبه، فرودگاه بین‌المللی خوجند، فرودگاه بین‌المللی کلاب و فرودگاه بین‌المللی باختر عهده‌دار شدند که برای بهتر کردن سطح خدمت‌رسانی، کاهش ارزش خدمت‌رسانی‌ها و رشد انفراساختار فرودگاه‌ها چاره‌ها اندیشند. برای 18 سمت که آژانسی آویاسیون گراژنی معین کرده است در دوام 3 سال آینده پرینسیپ‌های ذکر شده پورا تطبیق نمی‌شوند. بعد از گذشت این مهلت این پرینسیپ‌ها پورا به تمام سمت‌ها یکسان تطبیق می‌شوند. کمیته تفتیشاتی روسیه تفتیش پرونده جنایتی حمله تروریستی در تالار کنسرتی کراکوس سیتی هال را به انجام رساند. می‌نویسد مدوزا. با گفته مفتشان حمله مذکور به منفعت رهبری اوکراین با هدف ناآرام کردن وضع سیاسی در روسیه طرح ریزی و صادر شده است. برخی از متهمان قصد داشتند یک مجمع تفریحی را در کاسپیسک داغستان ترک کنند اما از جنایت پیشگیری کرده شد. با گفته این نهاد سلاح به افراد متهم در حمله تروریستی در مسکو از این منطقه انتقال داده شده است. کمیته تفتیشات بر این نظر است که آمادگی به حمله تروریستی در کراکوس چند ماه طول کشید و برخی از متهمان پرونده از خارج کشور به روسیه آمده در آنجا آموزش دیدند ولی مشخص گفته نشده است که در کجا. در مجموع در این پرونده 19 نفر متهم دانسته می شود. کمیته تفتیشاتی روسیه گفته است که تفتیشات پیشکی علیه
دو سازمان دهنده و 4 عضو این سازمان تروریستی ادامه دارد. حمله تروریستی در تالار کنسرت کراکو سیتی هال در نزدیکی مسکو 22 مارس سال 2024 رخ داد. در نتیجه حمله تروریستی 149 نفر کشته شده، 1 نفر بی‌درک شد، 609 تن دیگر جراحت برداشتند. مقامات روسیه بارها اظهار داشتند که به حمله تروریستی پیوند اوکراینی وجود دارد، هرچند گروه تروریستی ولایت خراسان مسئولیت آن را بر عهده گرفته است. 4 شهروند تاجیکستان در تشکیل حمله تروریستی گمانبر دانسته میشوند. بر اساس تفتیشات 27 متهم در این پرونده بازداشت شده‌اند. در پی حمله‌های اسرائیل به ایران 610 نفر به هلاکت رسیده است. وزارت بهداشت ایران اطلاع می‌دهد که در پی حمله‌های اسرائیل به خاک ایران 610 نفر کشته شده، بیش از 5300 نفر مجروح شدند. رسانه‌ها خبر می‌دهند که در پی حمله‌های جوابی ایران به اسرائیل در این درگیری 30 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1000 تن دیگر مجروح شدند. درگیری میان دو کشور که با تجاوز اسرائیل به خاک ایران بامداد 13 ایون آغاز شد، پس از 12 روز صبح 24 ایون آتش بس به عمل درآمد. بعدا پارلمان ایران برای خارج شدن این کشور از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رأی مثبت داد. در این باره خبرگزاری رسمی این کشور ایرنا خبر می‌دهد. در جلسه پارلمان 223 نفر اشتراک کرده، 222 نفر رأی داده است و 221 نماینده از این قرار جانبداری کردند. در دوشنبه زنی را از حق مادری محروم کرده 2 پسر بچه او به مکتب اینترنت سپرده شده است. رئیست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه می‌نویسد که 2 نفر نابالغ را یک چند مرتبه برای آواره‌گردی و طلبندگی به شعبه کارهای داخلی دسترس نمودند. در نتیجه سنجش معین گردید که آنها زیر تربیت و نگاهبین مادرشان سایجا پرو بودند. گفته می‌شود او منتظم کودکان را مورد آزار جسمانی و روانی قرار داده به طلبندگی و آواره‌گردی وادار می‌ساخته است. به اطلاع منبع آثار شکنجه در چهره و بدن کودکان دیده شده است. طبق ماده 73 کدکس اویلا 2 کودک خردسال از مادرشان گرفته شده در مکتب اینترنتی رقم 1 شهر دوشنبه به تعلیم و تربیت فرا گرفته شدند. مهاجرت به کشورهای پیشرفته به خصوص اروپا و کره جنوبی از کارگر زباندانی و ملکه کاری طلب می‌کند. اگر می‌خواهید ملکه‌های کسبیتان را رشد داده وابسته به یافتن جای کار و یا پیش از سفر به خارج مشورت گیرید. مرکزهای کسب آموزی و خدمت رسانی در یکچند منطقه تاجیکستان کورس‌های کسب آموزی به طلبات بازار مهنت جوابگو را پیشنهاد می‌کنند. کورس‌ها از 2 هفته تا 3 ماه دوام می‌کنند و کاملا رایگان می‌باشند. مرکزهای کسب آموزی 21 کورس را پیشنهاد می‌کند و همه شهروندان از 16 ساله بالا می‌توانند در آنها اشتراک کنند. ختم کنندگان صاحب سرتیفیکات‌های بین‌المللی می‌شوند و به آنها در بازار داخلی و خارجی از جمله بریتانیا کبیر، آلمان، کره جنوبی و امارات متحده عرب جای کار پیشنهاد کرده می‌شود. همه خدمت رسانی‌ها در مرکزها در دایره لایحه بهترسازی ملکه‌های کسب آموزی و امکانات‌های با کار تامین‌شوی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی و بانک آسیای رشد پیشنهاد می‌گردند. رقم‌ها برای تماس در زیر اکران‌های شما. بیننده عزیز، این برنامه 97 روز بود. با ما باشید و در شبکه‌های اجتماعی ما را پیگیری نمایید. خیر.